حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى في كتابه العظيم ومبرد كتابه الكريم: قوله الحق وهو أصدق من الصادقين. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العلی العظیم. خدای عالم در قرآن می‌فرماید خطاب به همه انسان‌ها و به همه بشریت که ای انسان، ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم، سپس شما را شعبه شعبه، قبیله قبیله گردانیدیم. برای چی؟ برای شناخت همدیگر. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. همانا بهترین شما در نزد پروردگار با تقواترین شما. و در جای دیگر می‌فرماید ان احسنتم احسنتم لانفسکم. هر کسی که نیکی کند و خوبی کند برای خود کرده است. و این اسأتم اسأتم فلها. و اگر رای بدی کند برای خود بدی کرده است. خدای عالم در قرآن می‌فرماید که به خدا ایمان بیاورید و به او شریک قرار ندهید و به پدران و مادران خود نیکی کنید و همینطور به فقرا و بازماندگان و راه ماندگان و به همسایگان قریب و دور خود احسان کنید که این از عمد پروردگار عالم است. در جای دیگر می‌فرماید هل جزاء الاحسان الا الاحسان. آیا کار نیک بجز جزای خیر چیزی دیگری دارد که ندارد؟ و ما به نمایندگی از مردم هدکل و به نمایندگی از مسافرین هدکل که اونا مقیم خارج هستند، ما خدمت
انشاءالله با سلسله کمک قبلی که مبلغ 20,000 افغانی که مدرسه محترم مکتب و بعضی دوستان و محترم سید حبیب ما اونا در جریان هستند. این بار هم ما یک مقدار فرشی را برای مکتب شما در نظر گرفتیم که انشاءالله در آینده هم بتوانیم کمک‌های دیگری را، کمک‌های خوبتری را، کمک‌هایی که چشمگیر باشد. ما امیدوار هستیم که انشاءالله طبق وعده دوستا و بزرگانی که از اینجا به ما گفته‌اند حدوداً تعداد 10 پای کامپیوتر هم به مکتب شما به مسافرین ما خیرین کمک کنند که ما امیدوار هستیم که انشاءالله این زمینه مساعد شود در آینده نزدیک. خدا این امکانات بده که انشاءالله ما اونا را هم یک روزی در خدمت شما برسانیم و ما امیدوار هستیم که آمدن امروزی ما را همه ما به فال نیک بگیریم و دلهای از رفتر و آباد یک بار دیگر به هم نزدیک کنیم، چنانچه پدران و بزرگان و گذشتگان ما شما با هم در فاتحه ها با هم شریک بدن، در عزیزه ها با هم شریک بدن، مراقبت داشتن با هم دیگر، رفت آمد داشتن با هم دیگر و مردم ما همینطور در گذشته ها و مساجد شما و مدارس شما کمک کردن و این بار هم به مکاتب شما کمک کنیم و انشاءالله خدا توفیق بده که همه ما شما یک روزی این فضای آرامی که ظاهراً در تمام افغانستان حکم فرما است، یک روزی این افغانستان را شاد و سرافراز و سرسبز ببینیم و همه ما شما کمر همت بسته کنیم به خاطر ارتقای افغانستان، به خاطر امنیت افغانستان، به خاطر خوشبختی افغانستان، نه به خاطر خرابی و ویرانی و جنگ و جدال و خدای نکرده فتنه ها. و ما از اینکه مزاحم شما شدیم معذرت می‌خواهیم، حرف‌های بیشتر نداریم. اگر چنانچه حرف‌های لازم باشد آقای حسینی خودشان که مستقیم با مسافرین خیر از جمله آقای مدیر صاحب ناصری در ارتباط هستند و بعضی دوست‌های دیگر که آقای محمد رضایی هستند و ما کوشش می‌کنیم خیرین دیگری را هم با اونا در تماس شویم، اونا را توجه اونا را جلب کنیم و ما بدانیم که یک فضای صلح‌آمیز و فضای برادری و فضای یگانگی همطور که شیخ کپلن گفتن که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند، چو جسم به در آورد روزگار دیگر روزگارها را نماند قرار. و انشاءالله که از صحبت‌های ما شما ناراحت و آزرده نشده باشیم. ما از اینکه ملاحظه هستیم فقط این خطر به توان خود که داشتیم خدمت شما عرض ادب کردیم. امیدوارم که انشاءالله آمدن ما رو به فال نیک گرفته باشیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا خوبا برنامه‌نویسی جلسه اداره جلسه رسانه از مهمانان گرامی ما خصوصا از آقای حسینی محمد حسین حسینی که با جلسه ما همکاری کرده یک جهان سپاسگزار. دوم از مدیر صاحب محمد نانی نادری مقیم دیوان کانادا از یک جهان سپاسگزار و تشکر می‌نماییم که با جلسه ما و شاگردان ما همکاری کرده و محترم دیگر مهمانان از منطقه حقوق ولسوالی جاغور هم تشکر می‌نماییم که در همین جلسه و در همین همکاری قد ما اشتراک بنیاد انسانیت در اینجا جمع شد. هر کسی در قد ما همکاری کند این در همین آیات شامل است و تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان. دوستان دخلوا طول همکاران و مدیر و رئیسکم شورا کردید خصوصا آذربایجان ستمنان حکومت همکاری نمود رئیس یا اشراف یا نور هر کس
تحریرنامه‌ای که ظاهراً و خریداران، بزرگان، علما و خریداران پذیرفتم انشاءالله قلب‌های مؤمنین به هم دیگر باشد. تشکر. السلام علیکم. این طرف عکس بگیر. دا وطن په پیوستون سره جوړیږي، په وحدت او په یوون سره جوړیږي، په وحدت او په یوون سره جوړیږي. مهاجر زاهد زده نوشته کردن هم امید نداریم. اینا هم اگر برادر آقای انشاءالله کمک کرد ما در خونه یک چیز دیگه که برادر از ما تقاضا کردن همیشه 3 نفر بوده منم با آقای حسینی هم شماره واتساپ ما رو در چیز دیده یا نه؟ آره این دفعه حتما همین برادر از 0728 28 19 83 شماره واتساپ 0728 28 19 83 آقای حسینی یادتون نره حتما برادرها تقاضا کرده که این شماره واتساپ بخشید مروان بود. انشاءالله ما شاهد کمک‌های بعدی باشیم که در اینجا در قریه رسانه و مسواره گیران باز باییم. امروز برادر واقعا مجلسی باشه یا کار باشه یا کار خیر بودن که واقعا من خیلی خوشحال هستم از این مثلا. امروز ما در اینجا آماده اتحاد، وحدت، همدلی، همبستگی ما نشان داد. واقعا از جهان تشکر می‌کنم. آقا ویدیو فقط در واتساپ است و 0728 28 19 83 برادران میگفتن تو حتما بخشید مروان کن. این را بخشید مردم یک پخش کنید. کمی چیز باشه. یک جهان تشکر از مدیر صاحب، یک جهان تشکر، یک جهان تشکر. واقعا تشکر این برادران که نمیدونن همه از اینا برادر خوشحال هستن. واقعا قدردانی را برای ما یک تحریرنامه هم دادن که ما فیلم هستن هم ما یک تحریرنامه دادن هم مدیر صاحب هم برادرای حضور را که تقدیم آشی صاحب واسط خریدار را بود کرد. انشاءالله در آینده ما و شما کمک‌های بندی باشیم تا این برادرها با شما را یاری کنند. ما در خدمت برادرای رسانه باشیم. السلام علیکم.